انسانیت در زندگی به هر کجا می رود، به هر شهری سفر می کند، با کسی می نشیند و دوست می شود و از کسی دور می شود. اصلا با آنهای دوست می شود که آنها نیز پیروهای انتخاب کرده او را انتخاب کرده اند، یعنی همکسب اویند. قهرمان نوبتی برنامه پیروها شخصیت است مشهور که یگان دبستان را ختم نکرده است، ولی در صحنه زندگی آنچنان مشهور گشته که هزاران نفر را در حیرت مانده است. خیری نظرو سال 1930 در شهر خوجند تولد شده است. دوران بچگیش به یک دوره حساس تاریخی رس می آید. وقتی که سیستم حکومت آن وقته از یک مرحله به مرحله دیگر می گذشت. ماجراهای آن وقته به روزگار قهرمان ما بی تاثیر نمی مانند و بعد آن که پدرش را به حبس می گیرند او همراه خانگی هایش به شهر قرغان تپه مهاجر می شود. مادرش چون هنری نوازندگی و آوازخوانی داشت او را به تئاتر شهر قرغان تپه به کار می گیرند. جنگ سر شده من 2 سال مکتب پرداختم و یک بودن نان برای اوکام برای مادرم کار در آمدم تئاتر با آمدم. تئاتر گفت که ما این خالی کودکی ما نمیتونیم کار بگیریم. من گریه کردم گفتم که من باید در کار مادرم اوکام است، من باید اینای کمتر. خیلی بعد گریه کردم بودم گرفته نکن، خیلی برآمد میکردم اکن مویم مایده کردم ماندگی مادرم سنابا برآمد میکردم. هوس هنرمند بودن در دل خیری نظرова هنوز از زمان خردسالی پیدا می شود. او در یکی از یادداشت‌هایش می نویسد که هنگام از مکتب برگشتن با دوگانه هایش در لوح خانه کینو اعلان نمایشنامه سرود محبت را می خوند و ذوق دیدار بالا می گیرد. آنها وارد خانه کینو می شوند و این نمایشنامه را با هم تماشا می کنند. در نمایشنامه قهرمان اساسی یعنی دختری که آنجا نقش می آفرید از روی سناریو باید در آخر نمایشنامه بمیرد، ولی تقدیر آنگونه می شود که این هنرپیشه در صحنه جان می دهد. این واقعه آنگونه به خیری خردسال تاثیر می کند که او در نزد دوگانه هایش می گوید که من هنرمند می شوم و در صحنه نقش می آفرم. خیری نظرova فعالیت را در تئاتر شهر قرغان تپه آغاز می کند. اولا آنجا در صحنه اپیزودهای خرد و بعداً نقش‌های اساسی را نیز به او می دهند. آن زمان در اکثر تئاترهای دولتی نرسیدن جوان دختران به نظر می رسید. به این خاطر پیدا نمودن یک چهره تازه برای هر یک کارگردان تئاتر بازیافت بود. سالی که عبدالله جریف آمد درامه بگذاشتیم کم کم. دو پرده اول شمس خیام و اثرش خلاص بخته تیار کردیم. یواش بودم رول اساسی بازی کردم. بعد عبدالله جریف گرفت طاهر و زهرایه بازی میکردیم. بعد نیرنگ میسره گرفته بود حمزه حکیم‌زاده اثرش اونجا با آی خانه بازی میکردم رولای اساسیه. با گذشت وقت خیری از یک نقش به نقش دیگر میگذشت و سرنوشت او را از شهر قرغان تپه به استالین‌آباد شهر دوشنبه می آورد و آغاز می گردد دوره فعالیت و معرفی او. در تئاتری به نام لاهوتی میان صدها هنرمند معروف جای پیدا نمودن آسان نبود. اولا کارگردان صدای او، پس هنری او را می سنجید و می خواست تا در انتخاب خویش مطمئن باشد. آمدم تئاتر لاهوتی و تئاتر هم تو در آمدم فایه همه اکترهای کلان، اکترهای بزرگ همه استادیان. من گفتم من نمیدارم، من شرم میکنم. بسیار شرمگین بودم. بعد مثل من جیغ زده. شوهرم گفتم خودش گوی خودش بیاد. بعد هم تو آمد و دید که گفت که تو تئاتر ما با اکو آمدی. حتی خیلی اکو یک کودک برین اکشلا آمدگی برین ده. خیلی همونجا با اکو یک سال اکن صحنه‌های عمومی برآمده گشتم.
یک تا دو تا اپیزود میداد و این مثلا برای سنجیدن کنی میتواند به همین رول کرد. بعد یه روز گفت که شعر از یاد کن. 8 صفحه گفت شعر پگه میخوانه خودسویت بود وقتا تیاتر با خودسویت بود. پگه گفت گوش میکنه خودسویت چیه. همین خیلی کرده سنج سازه که من چخیل گم میزنم آوازم چخیل. بعد اومدم به حرکت علکه از یاد کردگی یک شنوی میاد میشد ده و یا شما کلاسه بود. بعد اومدم گفت که شعر میخوانه همه بزرگاش شعر کن. میلرزم میترسم پیش اوبم. بروحان و خاصمه که صوفیه به همش یک گل شعر پا خدا رحمته. گفت که گپ کتی خون شعر نخون. من آدم ها شعر میخونم که ایخی نکن شعر گپ کتی خون. خیلی گفتم خوندم چخیلی که میدانم. نخستین نمایشنامه‌ای که خیری نظرова را به تماشابین معرفی کرد رومیو و جولیتا می باشد. برای کارگردان تئاتر میتلمن انتخاب جولیتا آسان نآمد. او خیری را میان 10 هنر پیشه دیگر انتخاب نمود و با او ماه‌های دراز کار کرد. انتظاری میکشید که چگونه نخستین نمایش را این هنر پیشه جوان بازی میکند. به 33 میکردم پریمیره شد و یک خصوصیت عجب داد این فیلم. هم میگشتم خیلی لباسای نو پشت اومد که پریمیره آدم پور بلیت نیست. گزارش به اعلان شده که جولیتا یاش باز میکنه. خلقی ما خیلی فرهنگ دوست بلیت نیست اکن جای نیست. همون شب اکن آمد و تو لرزاده ترساده من گفتم میترسم من ترسم نترس گفت. بعد خداشان گشت همه اطراف به هم سپیکتاکل 28 کارتینه علی نظر رو دیمو میدویم صحنه با فقط های بازیگری میکنم. تماشا بی نصب قبول کرد. اساس هر یک تئاتر این رژیسور می باشد. با اساس بسیار هم مهم تئاتر برای رژیسور و تماشابین این هنرمندان می باشد. تئاتر لختی همین چیز را داشت و مخصوص میتیلمان در دوره میتیلمان سال 37 تئاتر به نام استاد لاهوتی نام اکادمیوی را گرفت. این هم باشد وقتی که استاد لاهوتی به تاجیکستان می بیایند اون کس اثرهای شکسپیر را ترجمه میکنند از زبان انگلیسی به زبان تاجیکی و میتیلمان این اثرها را در صحنه میماند و اثرهای کلاسیکی زمانوی شاهنامه فردوسی رستم و سهراب خلاص رپرتوار به بسیار هم دراماتورگی باید به قوت بودنش در کار رژیسور باید به قوت بودنش در کار. لیکن همین رو گفتنی هستم که از بازی که خودم رو میشناسم به کدام مملکت دنیا نرفت این تئاتر با کدام فستیوال هایی که اشتراک نکردند در کدام دهه هایی که بلاروسیا، اوکراین، مسکو، لنینگراد، افغانستان، ایران که کجاهایی که ما سفر نکردیم خصوصا در SSR پیشتره فقط علم ها تئاتر شناس ها میگفتن که اوه این تئاتر هنرمندای اصیل دارند. استاد خیری نظرова گل خودروی باغ هنری تاجیک هستند. گل خودروی به آن معنا که یک سلسله یک نسل اساسگزارا شخصیتان های تئاتر تاجیک در یگان مکتب حرفه‌ای هنر تحصیل نکرده خودشان مکتب تئاتر را گذاشتند. در همین تئاتر با راهبری افیم سویچ میتیلمن و حاجی خود رحمت الله الکساندرین اینها سبق اکتیاری آموختند و در این مکتب بزرگ هنر به کمال رسیدند. هیچ از خاطرم نمی رود سال 1971 وقتی که بار اول به دوشنبه آمده بودم و بار اول به تئاتر در آمدم. اونجا
همدیه‌ها که بودند آنها کلان سالتر بودند، لیکن من 9 مکتب تمام کرده بودم و تئاتری به نام لاهوتی به نمایش رودکی در آمده بودم. من باری نخست در انا همون نمایش باری اول تماشا میکردم. تئاتر به باری اول آمده بودم. همش برای من عجیب بود و به خصوص در صحنه تماشا کردن هنرنمایی هنرمندان منو چنان به وجد آورده بود که هرگز اون تأثیرات من دیگر در خود پیدا نکردم. انا در همون نمایش من معلمه خیری نظرова در نقش نگینه در نقش رودکی هنرمند شایسته تاجیکستان محمود جان واحدوف. انا همین تأثیراتی که من برداشتم این تأثیرات سخن کتی داده نمی شود. خیلی من در زیر تاثیر این اندیشه ها ماندم و همون دوره حتی از گوشه خیالم هم نمی گذشت که روزی می رسد و من هم هنرمند می شوم و تئاتر می آیم و هم بازی مثلا این هنرپیشه محبوب خیری نظرова می گردم. زمانی بود که او مخلصان را به جانب تئاتر جلب می کرد. هنری او، زیبایی او مخلصان را به سوی تئاتر می کشید. من نقش های بازیده او جولیتا، در امتحان، بوی و خدمتگار، حیات و عشق، دلهای سوزان، انتیگانا، سراب خونین، دست دوست و غیره را در یاد دارم که با مهارت بلند هنروری آفریده شده بودند و آن آفریده ها دل تماشابین را تسخیر میکردند و چون تیر به نشان میرسیدند. خیری نظرова در زمان خود تمام نقش‌های بزرگ را در تئاتر دولتی اکادمی به نام لاهوتی بازیده است. یکی از نمایشنامه‌هایی که هرگز فراموشش نمی‌کند بوی و خدمتگار است. او میگوید هر وقتی که این نمایشنامه را به صحنه میگذاشتند آن شب او گریان تا خانه میرفت. این به آن خاطر بود که قسمت قهرمان این نمایشنامه به سرنوشت او سخت مانند بود. جمیله بازی کردم یک شب با وقت مگه اکو وای جلو واز بیرون جمیله آخرش به یک داد میگم گریه میکردم چون حیات خود من بسیار مانم بود. حیات جمیله، رول جمیله تا خانه آمدن گریه کردم می آمدم با شوهرم چون گریه جمیله باز کردم گریه کردم من کارم نباشد همین خیر اکو من میگم که برای چی من از همین حالت هیچ برامده نمیتونم خودرم خانه به انم صورتای یک میمانمو از سر میگذرانمو همشه میبینمو خدا رحمت کنم خماتانم میگمو بعد خواه میرم. دانشجو بودم، تیز به تئاتر می آمدم و در صحنه خیری نظرова در نقش جمیله در نمایشی بوی و خدمتگار دیدم. اینقدر این گرمی استعداد، اینقدر جذبه هنر، اینقدر آواز نرم و مهین و زیبا دلکش و عشق صداقت که همراه گرمی ذوقبیکوف غفور بازی میکردن و خیری اپا جمیله بازی میکردن. ما همیشه از این فاجعه، از مرگ جمیله، از همه این دهشت ها با دیدگان اشکبار از تالار بیرون میرفتیم و من سعادتمند بودم که سال 1976 همچون دانشجو بودم با یک گروه کنسرتی از زمره دانشجویان دانشکده صنعت همراه این بزرگواران به بخارا رفتیم. 1 ماه در بخارا بودیم و در همین سفر هم
ҳамеша хайри назарова, тӯфа фозилова инҳо модарвор ба мо ҷавонон дастур медоданд. мегуфтанд ки ояндаи ҳунар ин фақат заҳмат кашидан аст. ин дар ин роҳ чӣ қадар одам бояд заҳматдӯст, заҳматталаб бояд бошад ва касби худро дӯст дорад. агар шумо касби худро дӯст надоред, агар ба он сарсарӣ яъне ки хунукназарона рафтор кунед, шумо муваффақ намешавед, мегуфтанд хайриойтӣ. худи хайри назарова бисёр хайрхоҳ буданд. вақте ки мо нав омадем ҷавонҳо, он кас хеста гуфтанд ки касе ки хоҳиш дошта бошад аз ҳунармандои амин ҷавон духтаро кадом нақши ман маъқул бошад тайёр кунедон, ман ёрдам мекунам ба саҳна бароед. ин хислат мумкин дар 1% амин хислати ҳунарманд бошад. асосан бисёр ҳам бахилӣ мекунанд, намехоҳанд ки вай аз ин беҳтар шавад, лекин ин яке аз хислатҳои беҳтарини хайри назарова буд. ман бори аввал дар намоишномаи бой ва хизматгор яке аз донишҷӯ будам дар курсҳои охир ва устод ҳоҷиқул раҳматуллоев як эпизод ҳамунҷо духтараке буд хизматгор мастон бозӣ мекардам ва хайри назарова вақте ки ҷамила монологи охиринашро мехонад ва заҳр хӯрдааст, худкушӣ мекунад. дар вақти намоиш ман бояд дар назди ҷамила мебудаму ва нигоҳ медоштам ӯро. ва вақте ки хайри назарова монологро мехонданд, тамоми зал духтарҳо, занҳо ашк мерехтанд ва аз бозии он кас тамошобин ҳатто бетаъсир намемонд. ва хайри назарова ва алиназар хоҷаев инҳо ҳунармандоне мебошанд ки нахонданд дар ягон ҷо, лекин бо бозии худ, бо кори митилман ин ду гули худрӯйро, яке аз Бадахшон, дигаро аз Қурбонтепа оварда ба тамошобинони пойтахт муаррифӣ кард ва инҳо яке аз ҳунарпешаҳои беҳтарини театри тоҷик ба ҳисоб мераванд. дар театри давлатии академияи драмавии ба номи лоҳутӣ беҳтарин нақшҳои замони худро хайри назарова бозидааст. ба ин саҳнаҳо мисол шуда метавонанд ромео ва ҷулетта, говгум, отелло, шоҳлир, рӯдакӣ, дилдили зайнаб, бежан ва манижа, бой ва хизматгор ва даҳҳои дигар. дар зиндагии хеш бо беҳтарин ҳунармандони тоҷику рус кор карда, нақшҳоро бо забонҳои тоҷикиву русиву узбекиву қазоқӣ бозида, маҳбуби дили ҳаводорони театр ва коргардонҳои замони худ гаштааст. институти санъат дар шаҳри Москва хонда баъди хатм кардан, пеш аз хатм кардан соли 57 даҳаи адабиёт ва санъати театри лоҳутӣ дар Москав мегузашт. устодони мо Ольга Ивановна Пужова, Бибиков, Чифранова, Чистиков ба мо гуфтанд ки ҳамин 10 рӯзе ки ҳамин рӯзи даҳа мегузарад, мо хонандагони донишкадаи ҳунарҳои зебо бояд дар саҳнаҳои умум баромад кунем. ва мо бисёр хурсанд шудем ки мо аллакай ба саҳна мебароем. албатта баромадҳо дар театри Пушкин шаҳри Москва мегузашт ва он вақт дар намоишномаи шоҳлир хайри назарова Корделия бозӣ мекарданд. ва як шаб масҳака нишон медоданд, дилдили Зайнабам бурдагӣ буданд. рӯзи дигараш, бегоҳи дигараш шоҳлира намоиш медоданд. баъди тамом шудани ҳамин даҳаи адабиёт ва санъат, устодони моро сарҷамъ овардану баъд гуфтанд: оё шумо медонед ки ин чӣ театри бисёр ҳам аҷоиби рангоранг, хусусан ҳунармандони бисёр ҳунарманди ҳунари баланд доранд, дар ин театри ба номи устод Лоҳутӣ кор мекарданд.
برای همین هم شمایان دانسته مانید که بعد ختم کردن برای این تئاتر وارد شدن باید که شب و روز مهنت کنی. انتظام شما باید بلند باشد تا که شما سزاواری به صحنه برآمدن با همین خیلی هنرمندای نامی در یک جا بگویا که و یا پیشگویی کردگی بودن و استادا ما گفتن که ما بسیار در حیرت هستیم که این هنرمندان یک بگاه در شاه لیر برآمد میکنند و شب دیگرش در مسخکه دل زینب و اگر هنر آنها در فاجعه در عرش بسیار هم بلند طلبات بسیار هم بلندی صحنوی باشد در مسحکه نیست این هنرمندا باز همین هنری بلندشون کتی همه مفتون کردن. ما مسکویچا مفتون این تئاتر تاجیک شدیم. و در یکی از نمایش‌های تئاتر که آن را نیکولای فیلیپیچ مانده بود، آن کس نقش زن پروفسور را بازی میکردند. شادروان گرمینج زوقی بگفت نقش پروفسور من باشم، نقش پسری پروفسور را بازی میکردم. بازی کردن با خیری نظرова برای من همینقدر گوارا بود، همینقدر باور میکردم، همینقدر داده میشدم که خودم از اجرای نقش راحت میکردم و انا همین نقش در حقیقت نمیدونم در فعالیت ایجادی من بسیار تأثیر فوق‌العاده رساند که این رول نخستین که خوب پذیرفته شد. خیال میکنم که در این کار خدمت خود خیری نظرova به همتا بود، چون که محض به طفیل دستگیریشان مصلحت هاشان من این نقش اولینم در تئاتر بازیده بودم. وقتی ما جوانان راهجو بودیم، من سال 1978 وقتی بار اول به تئاتر لاهوتی آمدم، به کار آمدم، البته با اون سرآمدان با بزرگواران تئاتر، اون اساسگزاران، حتی نزدیک شدن، صحبت کردن خیلی دشوار بود. ولی در بین این بزرگواران خیری نظرova، عایشه حیاتova، مشرفه قاسمova، صافیه تویبویeva، اینها از زمره هنرمندانی بودند که خیلی یعنی یک مهر بزرگ مادری داشتند، مهر بزرگ مادری داشتند و ما جوانان راهجو، حالا نوکار، حالا ناآگاه، یعنی یک محبت و صمیمیت بسیار گرم مادرانه داشتند. یعنی خیر نظرova بین ما نسل جوان و نسل کهن اساسگزاران مثل یک پل بودند. در صحنه با خیری نظرova بودم، با یک نمایشنامه‌ای که طهرخان احمدخانov روی صحنه گذاشته بودند، مبارزان، و در آنجا مادری من رو اجرا میکردن، من دختری آن کس رو، و بالای صحنه خیلی این اثر هم خیلی زیاد رفت و نقش خیری نظرova در یادم مانده است که با من یک دختری سرکشی بودم که میخواستم در کنفلیکت برایم با همون شخصانی که اومده در خانه ما در اومده جای گرفته بودند، لیکن نقش مادرم چنین بود که یک زنی با تمکین، با عقل و با همین رفتار خود بسیار هم خوشروی و زیبا توانست اون شخصانی که اومده جای گرفته بودند از خانه بیرون کند. و خیریتی همچون جولیتا در خاطر تماشابین مانده است، همچون جمیله، همچون عدالت. در نمایشنامه امتحان عدالت بودن و سرود هم میخوندن خیریتی همراهی بر اسلام لطیف. خیلی هم سرودی زیبا بود و ما همه وقت دانشجویان از سیم قبط نگاه میکردیم و آرزو میکردیم که کی ما هم در صحنه مثل اینها نقش آفریده میتوانیم.
پسرم خوش این دنیای روشن رو ندیده در کدام گوشه زمین به خونش آغشته به کفن خوابیده است. نه دیگر نمیدهم، نخواد که این فقط برای من باشد. نه یک تو یگانه پسرم رو از من چطور نکنید، نمیدهم. محترم، حالا ببینید که جنگ هم با قریبی تمام میشود و پسرتان زنده و سلامت به نزدتان برمیگردد. چرا تو با این سکه شما نمیجوید؟ تو بر اینها همه بردم در همجا. اگر تو مرش باشی جویی تو در آنجاست. بله اکنون مردن حقی تو بله. پنجاه چهارم سال وقتی که برنامه دل زینب به اومده بودیم از مکتب مویا و بلیت خریدیم و بعد اومدیم همسینفو. اون سالها پیشکی یک ماه یک و نیم ماه پیش همین چیپتا که توجیکشکت چیپتا میگویند بلیتی همین تئاتر خریدگی بودن مکتبی مو صنف به صنف می آوردن. مثال گیریم هفتم صنفو دو تا سه تا صنف بود. مثلا یک روز می آوردن یک برنامه با صنفای پایانی سه تا چهار تا بود و یک روز دیگر می آوردن. و بار اول تئاتر با پیش از اینم اومده بودم لیکن خیری نظروی در برنامه دل زینب شمس قیوموف اون را نوشته است و صحنه گذاشته بودن. تالار پر از تماشابین بود. خود یک وارد شدن به تئاتر این علاقه یک عالم افسانوی بود، یک جاذبه بود که به یک جای مقدس، یعنی که در اومدیم آهسته آهسته گپ میزدیم، آهسته آهسته راه میرفتیم، در اومده آهسته که همون جای نشست خودمو به کدام قطار کدام جای همونجا شدیم، سپس تماشا کردیم. این قدر سپیکتاکل برنامه عجایب بود. دل زینب مسحکه در اونجا خیری نظرова و بریس نمتی فکر اینا پارتنر بودن، قهرمانای اساسی. اینها بسیار نقش خودشون رو نقض می‌بازیدن در همون سن و سال جوانی خودشون و برای من این یک عالمی بود که یک هنرمندی قدشون میدهک بود. بسیار زیبنده بودن، صحنه زیب، لباس زیب، سخناشون هم صدایشون هم بسیار فورم بود و من به همین دقت داده بودم. این خیلی استعدادها زیاد نیستن، خیلی کم انگشت شمارند در تئاتر تاجیک، لیکن اونها برای تئاتر، برای هنر خیلی زحمت کشیدند و بسیار نقش‌های خوب رو روی صحنه آوردند و از نام جمهوری و از نام تاجیکستان در مسکو در روزهای دهه مدنیتی تاجیکستان در مسکو خیلی هم تئاتر تاجیک را با نقش‌های خود خیلی هم به تماشابینان مسکو پیشنهاد کردند و خیلی بلند برداشتند. قهرمان ما پیروهای پیشه کرده خود را در زندگی تا به جای طی کرده، در این پیروها از پستی و بلندی ها عبور کرده نام خویش را در لوح خاطر مردم نوشته است. امروز او از دوستان و همکاران با حسرت یاد می کند. از سرنوشت خویش شکرانه می کند که در پیروهای زندگی با بهترین آدمان او را همسفر کرده. از او تا به امروز نمایشنامه های بسیار مانده و از آن هم بهتر خاطرات خوب و نام نیک. محمد جان قاسموف لیر، این کس پدری من باز میکنن، شاه لیر به این کس لیر. من کردیلیه دختری خورده شاه کردیلیه. بعد
این گرمین ذوق بیکف غفار بازی میکرد من جمیله این رولای یادم بیاد همه گریه میکنم به خدا این وی دو عاشق یک دلبر بود آذربایجانی دو عاشق یک دلبر این من این شمس قیام افکتی این اکتور هم بود شمس قیام غیر از دراماتورگی ناموس بازی کرده بودیم آذربایجانی شوهرش اینم یک شد آخرش اینم یک فاجعه همه رولای من فاجعه این علی نظر